مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک که در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با محمد جان رحیمی، سمرقند، 23 اپریل سال 1942. رفیق محمد جان رحیمی، سلام. مکتوب 7 اپریل نوشته تان 22 ماه مذکور رسید. سبب این خطا بودن آدرس است که 3 پونکت پشته های رایان را سیر کرده بعد از آن به خانه من آمده است. این حال از مهرهایی که در کنورت زده شدند معلوم است. صحتی مرا پرسیدید. به احوال پرسیتان تشکر می کنم و به این مناسبت اظهار می نمایم که احوال صحی من از یک جهت آنقدر بد نیست و از جهت دیگر خیلی خوفناک است. بد نیست زیرا که من بستری شده در نظارت ورچ دکتر نخوابیدم. همین قدر که قوت رفتار و گفتار کم مانده است. خوفناک است زیرا من بیماری معدگی کهنه 25 ساله دارم که هیچ دوا به وی یاری نمی دهد الا تربیه و اصلاح خورد و خوراک، از بس که حاضر سن من در میانه 60 است و به 70 رسیده است. این بیماری که از ماه ینور باز دوام دارد برای من خوفناک است. اگر در این میان اندک بروشنوی تیف روی دهد کاری من تمام است. به عباره دیگر بیماری من بیماری پیری است که دردی به دواست. اهل اویله هم منوگیر بیمار شده ایستادند که این هم به من بد تأثیر می کند. خلاصه بیماری مرا یگان چیزی فوق‌العاده فهمیده تشویش کشیدن لازم نیست. این یک چیزی عادی. اکنون می آییم به مسئله کار. از تیمه موضوعهایی که رفیق غفورов تکلیف کردند برای من ابن مقنع موافق است، چون که من در این باره دیر باز تحقیقات دارم. لیکن نام این سناریو چنان که در پلان نشان داده شده است مبارزه ابن مقنع به مقابل اصطلاح عرب ها نشده باید که تنها و کوتاه سفید جامگان شود، زیرا این نام برای اشتراک کنندگان آن شورش تاریخی و هم خاراکترناک است. زیرا شعار و علامت عباسیان لباس سیاه بود و هر کسی که طرفدار و دوستدار آنها باشند و از جمله هم اسکران آنها و هم فیادال‌های به آنها فروخته شده لباسهاشان را سر تا پا سیاه می‌کردند. رعیه ها یعنی غلام شدگان هر لباس را که خواهند و یابند می‌پوشیدند. وقتی که ابن مقنع علم اسیان را برداشت تماماً بر ضد عباسیان و تابعان آنها به پیروان خود پوشیدن لباس سفید را لازم گردانید. این بود که تاجیکان آسیای میانه که اشتراکچیان اساسی این اسیان بودند خود را سفید جامگان نامیدند و تاریخ هم گواه است. نرشخی همیشه آنها را با نام سفید جامگان قید می کند. اما مضمون این سناریو مبارزه تاجیکان و مقابل اصطلاحگران عرب با سرداری ابن مقنع می شود. اکنون می بیاییم به مسئله نوشتن این سناریو. به همه شمایان معلوم است که من سناریست نیستم و در این کار هیچ گونه تجربه ندارم. با وجود همین از روز اولینی به کار شروع کردنم کار را به کنسولتاسیه ها بردن، به واسطه روسی نویساندن به فهم من بسیار دشوار
و حتی ممکن است که بی نتیجه براید. بنابراین فکر من این است که من باید تحریر اولین این سیناری را در خانه خود به تنهایی فکر کرده به شکل سیناری نویسم و همه نقطه های خاراکترناک تاریخی و سیاسی را به وی گذرانم و فکر خود را روشن افاده نمایم. بعد از آن که متریال را به استودیو فرستادم، شما در ماشینکه چاپ کرده و ترجمه کننده ترجمه را با اوریجینال من در موقع مذاکره مانید. وقتی که اساساً قبول یابد، سیناریست های متخصص به بالای وی کار کرده آن را به شکل سیناری مکمل می درارند. در این وقت اگر حضور من لازم باشد، من به استالین آباد رفته چند وقت که در کار باشد ایستاده کار می کنم. در این صورت خرجها و کماندیروفکه ها کمتر می شوند. فقط برای آن که من دانم که مهنت من بر عبث نمی رود و در وقت پیری، بیماری و تنگی به یک کاری نتیجهش نامعلوم کار نمی کنم، باید یک شرطنامه کرده شده به من اوانس و دیگر یارمندی های مادی داده شود. به فهم من بعد از امضای شرطنامه و گرفتن اوانس تحریر اولی را به 2 ماه به پایان رسانده می توانم. اما شرط های دیگر، مبلغ شرطنامه، مقدار اوانس و یارمندی های دیگر به اختیار شماها حواله است و خودم در این خصوصات چیزی پیشنهاد نمی کنم. درباره از اثرهای کهنه سیناری ساختن: 1. من می خواهم که بعد از تمام کردن تحریر اولین سفید جامگان و اساساً قبول یافتن آن به دیت فیلم مسکو بخشیده از یتیم یک زمینه سیناری را تیار کنم. تکنیک تحریر و تکمیل این هم مانند سفید جامگان می شود. البته در وقت تحریر این سیناری من خود را به مضمون و مندرجات رمن یتیم 100% بسته نمی مانم، بلکه جایهای سرحرکت و خاراکترناک آن رمن را گرفته با فکرهای تازه پره می کنم. مضمونش ظلم دیدن بچگان بی‌پرستار از زندگی کهنه فیودالی، تربیت یافتن آنها از طرف پارتی کمونیستی و حکومت سوویتی و مبارزه آنها با مقابل باسمچیان، دشمنان وطن سوسیالیستی و نگهداری سرحد می شود. در حکایه غیر بچگان تاجیک، بچگان روس و اگر تکنیک راه دهد بچگان دیگر ملت ها هم اشتراک می کنند و در ضمن دوستی بین المللی سوویتی نیز افاده کرده می شود. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. در خصوصی از اثرهای دیگری من سیناری ساختن، فکر من این است که باید استودیو اثرهای دیگری مرا از نظر گذراند.
اگر از آنها باب یا اپیزود دلچسب نماید به من میفهماند، من آن قسم یا پارچه را در دایره اقتدار خود به شکل سناریو دوباره تحریر میکنم و بعد از آن چنان که در ابن مقنع گفته شد به روسی ترجمه کرده سناریوی مکمل میسازند. از یک رمان یا پوست به تحریر اولی مؤلف در صورتی که افتر زنده باشد سناریو ساختن از چند جهت دشواری ها را سبب می شود. البته این کار بعد اذیتی می شود. درباره موضوع های امروزه و جنگ وطنی من ذاتاً فکر داشتم که درباره قهرمانی محمدی ابراهیموف اوراتپگی چیزی نویسم و در اطراف آن اشتراک مهنتکشان تاجیک را در جنگ وطنی یا کارهای قهرمانانه اشان در عقیبگاه انعکاس کنم. اما این کار وقت، صحت و قوت برزیاد را طلب می کند. برای این کار باید من شخصاً به اوراتپه سفر کرده تدقیقات به کار برم. اما این سفر حاضر که هوا را مخالف و صحت من ناقص است ممکن نیست. این نیت را باید من در ایام تابستان در یگان وقتی که صحتی بدنم بیخوفتر باشد به عمل آورم. یعنی درغون کردن به طرزی در بالا عرض کرده شده زمینه سناریو را به وجود آورم. به راهبران کینستودیا و اگر واخورید با رفیق غفورف سلام رساندنتان را آرزو دارم. واقعا یک خواهش شما به جواب مانده است. شما خواهش کرده اید که من با مصلحت‌های خود به کینستودی تاجیکستان یارمندی رسانم. اما من که به این صنعت هیچ گونه تخصص و تجربه ندارم چگونه مصلحت داده میتوانم؟ فقط من میتوانم که مثل یک تماشابین تاجیک تنها یک مصلحت دیم. همه همت را به آن صرف کردن در کار است که کینستودی تاجیکستان از یک تشکیلات استهلاکی به یک تشکیلات استحصالی بدل یابد. چندین سال است که کینستودیا در تاجیکستان وجود دارد، اما وی در مدت حیات خود غیر از یک چیز خرونیکوی و اثرهایی که عمری دراز ندارد به وجود آوردن نتوانست. ترجمه ها مستثنا است. آخر به درجه رسید که در عرفه جنگ این استودیا مرد یا در حالت نزع رسید و یارمتوف بر این کارکن از دست رفت. اما در آن مدت پول، مال و مهنت بسیار برعبس رفت که این را با ترمینی کهنه ما استهلاک می نامند. نمیدانم که ترمینی روسیش چی باشد. حالا با سبب کوچیده آمدن دیت فیلم مسکو این استودیا دوباره زنده شد. اکنون این حیات دوباره را غنیمت شمرده یک چند اثری تاریخی و زمانوی از حیات تاجیکستان به وجود آوردن در کار است تا که پارتیه و حکومت و عامه خلق تاجیک داند که او یک کینستودیای استحصالی دارد که حاصلات وی در پیش نظر است و هر قدر پول، مال و مهنت که صرف شود حیف نیست و دریغ نباید داشت. در مکتوب‌هایی که به من میکنید یا اینکه آدرس مرا درست و پررنگ نویسید و یا اینکه کوتاهک سمرقند پیساتل عینی گویید، در آن صورت خط به خطا میرسد. اما وقتی که در کنورت آدرس خطا رود، پاچتا به آن آدرس فریب خورده سرگردان می شود و خط هم دیر می رسد. با سلام رفیقانه، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد.
عمری عینی از برای خلق صرفی خامش شد. خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامه شد. خلقی ما را دفتری عینی شهادت